بینیمون رو جراحی کنیم، نخ بندازیم یا آنزیم بزنیم. مهمتر از همه اینا اینه که بینیمون به این روز نیفته. امروز میخوام سرگذشت خانم نونجین رو بهتون بگم که چطوری به این بینی رسید و این بلا سرش اومده تا برای شما این اتفاق نیفته. 16 سالگی حتما دوست داره بینیش تغییر بکنه. تو سالونی که کار میکرده بهش میگم بیا بریم یک جایی که کارشون خیلی هم خوبه، یه جورایی اخفالش میکنن و میره جایی برای لیفت بینی با نخ. وارد اون محل که میشن، اولین نکته‌ای که وجود داشته تابلوی جلوی در نبوده که این مطب متعلق به کدوم پزشک، نام پزشک یا تخصصش درج نشده بوده. جای شلوغی بوده، منتظر میشن میرن وارد میشن. آقایی که اونجا بوده شروع میکنه کار رو براشون انجام دادن و نخ رو با هر دردی که بوده وارد میکنه به بینیشون و این عکس که میبینید این نتیجه حاصل اونجا میشه. مراجعه میکنم به اون فردی که دکتر خودش رو جا زده بوده. بهشون میگه که این فرورفتگی باید با ژل براشون پر بشه. ژل رو که براشون تزریق میکنه، ژل توی رگ تزریق میشه و بینیشون به این شکلی که میبینید سفید میشه. و این فرد میاد دوباره تو بینیشون آنزیم میزنه، دچار خونریزی شدید میشه بینیشون. برای اینکه خونریزی رو بتونه بند بیاره، بیاس کننده شدیدی میزنه، اون ناحیه رو با دستگاه‌های لیزری میسوزونه تا رو خونیش بند بیاد خونش و در نهایت این بینی که اتفاق افتاده و این سیرش رو شما اینجا داریم میبینی براشون ایجاد میشه. حالا برای اینکه بینی ما به این روز نیفته 4 تا نکته خیلی مهم رو باید رعایت بکنید. اول از همه اینه که وقتی وارد مطب میشین حتما باید تابلوی پزشک اون مطب رو، نام و خانوادگی، شماره نظام پزشکیش و تخصصی که داره رو چک بکنید. دومین نکته پروانه طبابت اون پزشک هستش که حتما نامش و شماره پزشکی قابل استعلامش اون رو باشه. شما اگه نام پزشک رو به صورت کامل سرچ بکنید یا کد نظام پزشکیشو تو سایت نظام پزشکی براتون میاره و اصالت اون پزشک رو میتونید بسنجید. سومین نکته این که بین پزشکان هم بگردید، با تجربه تعیینشون، با مهارت تعیینشون و با سواد تعیینشون رو به انتخاب بکنید تا این کارهایی که خیلی علمی نیستن براتون انجام ندن. آنزیم بینی، نخ بینی اصلا کارهای خیلی علمی نیستن به اون صورت که نباید انجام میدادن یک دختر خانم مثلا. و نکته چهارم، درسته که دماغ این دختر خانم بعد از جراحی پلاستیکی انجام دادن این شکلی شده که دارید میبینید، ولی خیلی مهمه که شما در مورد زیباییتون دنبال ارزان‌ترین چیزها نباشید، یا کاری رو انجام ندید یا اون رو با کیفیت انجام بدید. برای پوست صورتتونه، لباس که نیست. اگه خوشتون نمیاد بندازید سطل آشغال. حالا شما به باید بگید که تجربه بد یا خوبتون از پزشکتون چی بوده که بقیه هم استفاده بکنن. کامنت کنید برامون.